3 تا از ثروتمندترین ایرانی هایی که ثروتشون رو تریلی نمیکشه. شماره 3 مانی خوشبین، کارآفرین و سرمایه‌گذار ایرانی که ساعت روی دستش فقط 70 میلیارد قیمتشه. مانی جان صاحب خونه 7000 متری توی کالیفرنیای آمریکاست که چشم همه رو درآورده. همچنین ارزش کلکسیون ماشین‌های لوکسی که تو پارکینگ همین خونه است بالغ بر 1000 میلیارد تومانه. شماره 2 پادشاه بیچون و شرای خودرو محمد رضا مدنی، کسی که از کودکی میان تهران و دبی در رفت آمد بود و از شغل خانوادگی پدرش که یکی از بزرگترین وارد کنندگان خودرو در ایران بود الهام گرفت. محمد در سن 15 سالگی با ثبت برند تسلا در دبی و سپس فروش آن به ایلان ماسک راهی تازه باز کرد. سپس با تأسیس برند وسلا امپراتوری خودش رو گسترش داد و اکنون با دارایی بالغ بر 1 میلیارد دلار و کلکسیونی از خودروهای لوکس به یکی از موفق ترین کارآفرینان ایرانی تبدیل شده. شخصی که تنها با یک ماشین شروع کرد و حالا مالک حدود 10,000 خودروه. و اما شماره 1 دکتر برایان اعتماد، بنیانگذار و مالک کمپانی ساختمانسازی تملیک، کسی که فقط با 30% از ثروتش میتونه کل سهام‌های تیم یوونتوس، آژاکس و دورتموند رو بخره و عکسش بارها و بارها رو مجلات معتبر دنیا مثل فوربس چاپ شده. به افتخارشون لایک رو بزنید و یه جمله براشون بنویسید.